وقتی توی این فکر بودم که داستان زندگی کدوم سلبریتی یا بازیگر معروف رو براتون تعریف کنم، ما بین اسمای آدمای معروف مثل جنیفر لوپز و آنجلینا جولی و خیلی آدمای دیگه یه دختری رو پیدا کردم که یه مدل پلاس سایز ایرانیه. وقتی داستان زندگیشو شنیدم، سختیایی که تو بچگی کشیده بود و زخم زبونایی که بهش میزدن و دست درازیایی که بهش کرده بودن، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. بارها گریه کردم. اما اون در نهایت خودش رو از اون دنیای مسموم نجات داد و تونسته خودش و بدنش رو قبول کنه و حالا به یه آدم موفق تبدیل بشه. شنیدن داستان زندگی آیدا آذربانی خیلی بیشتر از زندگی جنیفر لوپز بهمون درس میده، انگیزه میده و بهمون یاد میده که هیچ وقت هیچ کدوم از آدمای اطرافمون رو قضاوت نکنیم، زخم زبون نزنیم، چون از دنیای اونا خبر نداریم. منو ببخشید اگه موقع تعریف داستان زندگی آیدا بارها بغض کردم. اینجا کانال بهترین هاست و من شما رو دعوت میکنم تا داستان زندگی آیدا آذربانی رو از زبون خودش بشنوید. داستان زندگی من از جایی شروع شد که کلاس اول دوم ابتدایی رشد بدن من با سرعت بیشتری از رشد بدن همکلاسیام پیش میرفت. روز به روز واسم سخت‌تر میشد همه چی. مثلا یادم میاد من یه بچه کوچیک بودم، دلم میخواست برم با خواهرم یا با بچه‌های همسایه بازی کنم، ولی یادم دوم ابتدایی دوست صمیمی مادرم رفته بود واسه من یه سوتین خریده بود. و این برای من خیلی سخت بود. همین الانم برای خیلی خانمای بزرگ سختشونه که سوتین ببندن یا گرمشون میشه، ولی من مجبور بودم سوتین ببندم برم مدرسه. چون چاق بودم همیشه تنها بودم. وقتی بچه‌ها تولد میگرفتن منو دعوت نمیکردن. شیطون بودم، توپل مپلی بودم، واسه خودم آهنگ میخوندم. نمیدونم چرا دوستام و همکلاسیام یک گاردی نسبت به من داشتن. هی میدویدن و میخواستن اذیتم کنن. از پشت کش سوتیانمو میکشیدن و یهو ولش میکردن و تقی میخورد به پشتم. اون موقع فکر میکردم دارن با هم بازی میکنن، اما نمیدونستم که دارن به حریم خصوصی من تجاوز میکنن. من خیلی خجالت میکشیدم و احساس شرم میکردم، به خصوص وقتی پریود شدم. دل درد میگرفتم، حالم بد بود، بدنم همش عرق میکرد و من مجبور بودم همه اینا رو پنهان کنم. من نیاز به استراحت داشتم، نیاز به همدلی داشتم. یه روز تو کلاس اول راهنمایی دوستم سر کلاس برای اولین بار پریود شد و اون نمیدونست باید چیکار کنه. معلم علوممون سر کلاس بهش کمک کرد و ما کمکش کردیم که بره دستشویی و کاراش انجام بده. وقتی برگشت سرشو گذاشت رو میز و به خاطر اون خجالتی که واسش عادی سازی نشده بود زار زار با صدای بلند گریه کرد. و من اون لحظه با خودم گفتم این که تو این سنه، من که کلاس سوم ابتدایی بودم، تنهایی این بار رو با خودم جلو بردم. این پریود شدن مثل یه کمردرد میمونه و ای کاش پدر و مادرها عادی سازی میکردن که نه فقط پارتنر آدم بلکه همکارا، دوستا، همه بدونن که تو این شرایط آدم توانایی بعضی از کارها رو نداره. چرا باید مادرم همیشه یواشکی به بابام میگفت که آیدا پریوده؟ ای کاش خانواده و مدرسه و جامعه برای ما عادی سازی میکردن تا با بلوغ زودرس این همه سختی و تنهایی رو روی دوشای کوچیکمون تحمل نکنیم. یادم میاد که چرا اولین بار مامانم برام سوتین گرفت. آخه یه روز از ماشین که پیاده شده بودیم یه مرد غریبه از کنارمون رد شد و گفت سینه های این بچه بزرگ شده ها، و مامانم هیچی به اون مرد نگفت و حمایتم نکرد. حتی یه بار یکی از بستگان نزدیکمون میخواست با من بازی کنه، مثلا روح بازی، پتو مینداخت رو سرم و سینه های منو فشار میداد. من یه بچه 6-7 ساله بودم که هیچی نمیدونستم اون داره با هم چی کار میکنه. فکر میکردم داره بازی میکنه. حتی جلوی پدر و مادرم این کارو میکرد. پدر و مادرها ناخواسته ظلم زیادی در حق بچه هاشون میکنن. چرا باید اونا اجازه میدادن فامیل درجه یکمون جلوی خودشون سینه بچهشون رو فشار بده؟ اصلا چرا باید اجازه میدادن؟ من اذیت بودم. همیشه دست به سینه میشستم وقتی این آدم میومد. فکر میکردم شوخیه. ای کاش داد میزدم به من دست نزن، این بدن منه. هیچکس حق نداره با بدن من شوخی کنه. اون آدم اون موقع به شوخی میگفت دارم بوق میزنم. شاید همه بخندن، اما این خنده‌دار نیست. اگه من الان همچین صحنه ای رو ببینم مچ دست اون خانم رو با ساتور میزنم اگه بخواد به دخترام دست بزنه.
شاید خیلی ها از کنارش ساده بگذرن، ولی این چیز ساده ای نیست، چون ذهنیت یه بچه‌ای رو به هم میریزن. این باعث شد که توی اون سن دست زدن به اندام من تو اون سن بشه حالت شوخی و بازی. ما با یه خانواده رفت آمد داشتیم که یه تک پسر داشتن که من و خواهرم و اون پسر همیشه ستایی بازی میکردیم. بزرگترین ضربه‌ای که من خوردم بازی من با این پسر و پدرش بود. پسری که واقعا مشکل جنسی داشت و پدری که بهش عمو میگفتیم. یه بار میخواستیم یه مسیری رو 2 ماشینه به سفر بریم. توی ماشین ما جا نبود و از اونجایی که من عمو رو خیلی دوست داشتم رفتم سوار ماشینش شدم و اون شروع کرد به دست زدن به پاهای من و میگفت میخوام ببینم پاها چقدر سفته. با خودم فکر میکردم که این الان شوخیه، بازیه، چه کار داره میکنه؟ چرا این کارو میکنه؟ در ماشین رو باز کردم و با بیشترین سرعتی که میتونستم دویدم سمت خونه پدر بزرگ مادر بزرگم. زنگ زدم تا در رو باز کنن من برم تو. من هیچ وقت خونمون رو جای امنی ندیدم که بخوام برم براشون تعریف کنم که همچین اتفاقی برام افتاده و این آدم عوضیه. ای کاش میتونستم بهشون بگم. میترسیدم بهم بگن تو چی کار کردی که اون این کارو کرده. پدر مادرم سختگیر بودن. ما همیشه مهمون داشتیم. حتی وقتی بچه‌های دیگه خرابکاری میکردن مقصر من بودم. تو نباید بذاری اونا بپرن روی مبل، تو نباید بذاری اینا پخ کنن سگا رو بترسونن. مقصر تویی که پسر فلانی بیرون باغ ترقه زده سگ ترسیده. وقتی من همیشه مقصر بودم و همیشه بی دلیل تو سرم میزدن، الانم وقتی میگفتم این دست زده به من میگفتن میخواستی نذاری. مثل وقتی که به پدرم زنگ زدم و گفتم میخوام از شوهرم جدا بشم. گفت تو غلط کردی از اول زنش شدی. نمیدونی چقدر درد داره که آدم حامی نداشته باشه. یعنی همون چیزی که تو بچگی شنیدم و تو بزرگسالیم شنیدم و همیشه این درد رو با خودم به دوش کشیدم. من بچه خیلی چاقی هم نبودم که نتونم تکون بخورم. من کلاس کاراته میرفتم، کمربند مشکی داشتم، ولی هر جایی که میرفتیم اول از همه میگفتن خب حالا کی میخوای وزنتو کم کنی؟ اونقدر این اضافه وزن رو بهم گوش زد میکردن و تکراری میشد که من اصلا نمیتونستم به چیز دیگه ای فکر کنم. مثلا اگر بقیه میزدن و میرقصیدن من اجازه نداشتم برم وسط مثل اونا برقصم. من باید یه گوشه میشستم. برام تبدیل شده بود به یه خجالت. 3 سال اول راهنمایی برام خیلی عجیب بود، خیلی سخت بود. سال بلوغ همه بچه‌ها بود. تا اینکه وارد دبیرستان شدم. اونجا اولین جامعه‌ای بود که دور و برمون مرد داشتیم. معلمای مرد داشتیم تو مدرسه. من اونجا تازه متوجه شدم که نگاه‌ها اگه تا الان مثلا به من جوری بود که من از بدنم خجالت می‌کشیدم، الان معلمای مرد توجهشون به من عجیبه. اینا چرا منو زیادی دوست دارن؟ مثلا تو راهروی مدرسه من نارنگی تعارف می‌کردن و با هم حرف می‌زدن. رفتاراشون با من متفاوت‌تر از دانش آموزای دیگه بود، برعکس راهنمایی و ابتدایی. اینجا متوجه شدم که یعنی واقعا این تیکه تو من خورد که اوکی یه اتفاقایی داره میفته. یه معلمی بود، البته چند تاشون که من ازشون فاصله میگرفتم و اونا همش سعی میکردن با بهانه‌های مختلف با من حرف بزنن و مثالاشون رو با من بزنن. اونجا بود که من فهمیدم مثل این که این توپلی بودن باعث شده توجه جنس مخالف رو به من جذب کنه. تا اینکه من به خاطر کنکور 3 سال پشت کنکور موندم. آخه من باید فقط پزشک می شدم و 3 سال از عمرم رو به خاطر اصرار پدر و مادرم پشت کنکور موندم. من زبان آلمانیم خوب بود چون خانواده مادریم آلمان زندگی می کردن و ما هی به آلمان می رفتیم و می اومدیم. بعد 3 سال من از آلمان پذیرش گرفتم و با پذیرش پزشکی رفتم آلمان. اون 3 سالی هم که پشت کنکور بودم مثل پادگان بود. من با صدای ریشتراش پدرم هر روز صبح بیدار می شدم چون اگه 1 ساعت بیشتر می خوابیدم و دوباره سال بعد کنکور قبول نمی شدم بامبول می شد که فلان تاریخ و فلان ساعت تو 1 ساعت اضافه خوابیدی، اگه بیدار بودی کنکور رو قبول می شدی. این مشکل خیلی از بچه هاست، نه فقط پدر و مادر من. فکر می کنن دیسیپلینه ولی این شکنجه است به نظر من. یه روز که واسه کنکور میخوندم یکی از بستگان نزدیکم اومد تو اتاقم، دید من دارم درس میخونم و یه کمپوت آناناسم رو میزمه. گفت پاشو تو باید وزنتو کم کنی. چرا داری کمپوت آناناس میخوری؟ فقط آب بخور. پاشو برو دور خونه بدو. منم از پنجره نگات میکنم. و واقعا هم این کارو کرد. من میدویدم و اون منو نگاه میکرد.
همین باعث می شد که احساس بدی نسبت به بدنم داشته باشم. بالاخره من از ایران اومدم بیرون. تو ایران چون خانوما مانتو تنشونه خیلی اضافه وزن دیده نمیشه. اروپا که اومدم دیدم که این خانومه که خیلی چاقه، بیکینی پوشیده، رفته لب آب خوابیده و داره از زندگیش لذت میبره. این خانومه هم که خیلی توپله، شوهرش هم که خیلی بادی بیلدینگ و هیکلیه. هر کدوم دارن کار خودشونو میکنن، دارن با هم بستنی میخورن. نه اون به این میگه بخور، نه این به اون میگه نخور. خیلی راحت دارن با هم زندگی میکنن. پس چرا تو ایران مثلا من یه بار بچه بودم تو ماشین شنیدم شوهر فلانی رفته بهش خیانت کرده، دختر خاله خانومش رو صیغه کرده، دلیلش هم این بوده که یعنی توجیه اطرافیانشون این بوده که خب هیکلش رو خانومه لاغر نکرده دیگه. خب مگه تو کور بودی و ندیدی داری با کی ازدواج میکنی؟ اصلا لاغرم بوده، باردار شده و چاق شده. خاک تو اون سرت، خب بچه های تو رو زاییده. شما باید متشکر و ممنون باشی از اون خانومی که زایمان کرده، بچه های سالم به دنیا آورده که بدنش الان ریخته به هم. 4-5 تا بچه اون خانم دنیا آورده، بعد حقشه که اون آقا بره این کارو بکنه و توجیهش هم اینه که وزنشو پایین نیاورده. تازه تو اروپا یه در جدیدی از روابط زناشویی برای من باز شد. روابط جنس مخالف برای من باز شد. هیچکس اینجا به خودش اجازه نداد به من بگه وزنتو بیار پایین. اینجا احساس آزادی کردم و با خودم راحت شدم. هر چی که دلم میخواست بدون اینکه فکر کنم بازوم توپله یا شکمم اینجوریه یا باسنم اینجوریه، هر چی که دوست داشتم راحت میپوشیدم با احساس امنیت. هیچ کس نگات نمیکنه. هر کی داره کار خودشو میکنه. هر کی سرش تو کار خودشه. خیلی حالم بهتر شده بود. میرفتم تو اینستاگرام نگاه میکردم ببینم این مدلای توپل چی میپوشن. آخه مدل توپل مد شده بود و البته تو ایران استارتشو من زدم. خیلی برام دردناکه وقتی بهش فکر میکنم تمام سیستم عصبی بدنم میریزه به هم، چون یادم میفته که واقعا این همه شرم، این همه سختی و خجالت از بدنم از کجا شروع شده. وقتی گشتم ریشه یابی کردم یادم افتاد یکی از اعضای خانوادم از همون بچگی هر بار که من لخت می شدم برم همون بهم می گفت سینه هاشو ببین. و همیشه این دلیلی شد که من بخوام سفت دستم و جلوی سینه هام بگیرم و هیچ وقت خودم رو دوست نداشته باشم و اصلا جرأت این که بخوام یه لباس راحتی بپوشم نداشتم. همیشه چیزایی می پوشیدم که سینه هام توش مخفی باشه، چون برای من این عضو از بدنم همیشه بود و خیلی اذیت شدم. میدونی چقدر اعتماد به نفس آدمو میاره پایین، چقدر آدمو اذیت میکنه وقتی نزدیکترین کس زندگیت راجع به بدنت اینجوری حرف میزنه. تا میگفتم سرم درد میکنه یا میگفتم استرس فلان چیزو دارم، میگفتن به خاطر وزنتو بیاری پایین وضعت درست میشه. وزن، سینه، این اون. اما یه باره از خشونت، خشم و اعتماد به نفس گرفته شده اومدم و وارد اروپا شدم. با غصه، با افسردگی، با اینکه تو هیچی نیستی، فلانی رو ببین، تو هیچی نیستی، تو یه وزنتو نمیتونی بیاری پایین. کسی که وزنشو نمیتونه بیاره پایین هیچی نمیتونه بشه. تو جلوی شکمتو نمیتونی بگیری، هیچ کاری نمیتونی بکنی. من خودم رو یه بچه طرد شده تنها میدیدم همیشه. من تو خانواده و توی خونمون احساس امنیت نمی کردم. همش قضاوت می شدم از طرف بستگان. دیگه نه خودم رو دوست داشتم و نه اعتماد به نفسی داشتم. باورم شده بود که من هیچی نیستم. حرف. خیلی تأثیر داره. 2 گیاهو که بغل هم بذاریم، از صبح تا شب به یکیشون عشق بدیم، آب بدیم، باهاش حرف بزنیم و به اون یکی بگیم تو خیلی بدی، تو زشتی، کثیف، اول برو وزنتو بیار پایین، لاغر کن. به خدا این از نظر علمی ثابت شده. بعد از مدتی اون گل خشک میشه و من همون گل خشک شده و کاکتوسه‌ای بودم که اومدم اروپا و وارد آلمان شدم و با بی‌اعتماد به نفسی از یه محیط ناامن اومدم بیرون و وارد جامعه شدم. و وقتی بی‌اعتماد به نفسی تصمیم اشتباه میگیری، کارهای اشتباه میکنی، ناامید و بی اطلاعی. و وارد اروپا شدم، تصمیمای اشتباه گرفتم، ازدواج اشتباه کردم. البته اون آدم بدی نبودا، من انتخاب اشتباهی کرده بودم
به خاطر اینکه وقتی توی آدمی هستی پر از زخمای بچگی، پر از تروماهایی که توی بچگی بود که بهشون رسیدگی نشده، نتیجهش میشه انتخاب اشتباه. و بعد چند سال زندگی تو اروپا، اون اعتماد به نفسه، اون حاله کم کم داشت به من برمیگشت. اعتماد به نفس به تو بر نمیگرده تا وقتی که روش کار نکنی. ولی زندگی بقیه رو میدیدم و به خودم اومدم و گفتم نه تو یه بچه داری، یه ازدواج ناموفق، اما این چیزی نیست که تو دنبالشی. تمام اون ظلم و ستمی که به من شد ناخواسته. یه مشاوری داشتم بهم گفت هر چقدر به آیدا بدی کردن تو دیگه نکن، تو خودتو نجات بده. و من واقعا یه روز صبح از خواب بیدار شدم و به خودم گفتم نه دیگه نمیذارم. بلند شدم و گفتم این زندگی نیستش که من بخوام ادامه بدم. زندگی که توش عشق نیست، احترام توش نیست، اعتماد به نفس نیست. فهمیدم که این اشتباه بود و زندگی ما از صفر تنها با یه بچه شروع کردم. هر دختری احتیاج داره اینو از نزدیکانش بشنوه که برو، من هستم، هر اتفاقی که برات بیفته من هستم. ولی من نداشتم. ترس از تنهایی همیشه با من موند. به خاطر همین همیشه به دخترم میگم آوا اگه یه روز دوستت قهر کرد رفت، پشت سرش گریه نکنی یا بیا پیش مامان، بیا با هم حرف میزنیم، بیا با هم بازی کنیم. همیشه خواب میبینم که تنها توی اتاق موندم و نزدیکانم دارن دنبالم میکنن و صدام میکنن. الان ولی دارم روش کار میکنم که دخترم دیگه این حسو نداشته باشه. بهش میگم هرچی شد مامانو داری، هرچی رو خراب کردن امکان نداره دعواشون کنم. بهش میگم تو همیشه مامانتو داری، گریه نداره که. دلم نمیخواد دخترم برای این که من یه چیزو براش نگرفتم بره به یه نفر دیگه بگه. دلم نمیخواد دخترم بره از یه نفر دیگه بپرسه خوشگل شدم. من مشکلم همین بود، خودمو نمیدیدم. میرفتم میگفتم آقا من خوشگل شدم، من خوب شدم. طرف اصلا منو نمیدید. دوستم داری؟ جوابی نداشت واسه گفتنش. چرا من باید برم بپرسم وقتی بدونم که دوست داشتنی هستم؟ پرسیدن نداره. اگه بارم از بچگی پر بود که این اتفاقا نمی افتاد. من سالها با آینه قهر بودم و تازه 3-4 ساله که به آینه نگاه می کنم و می بینم که چقدر من قشنگم و با خودم حرف می زنم تو آینه. اون زمانها گذشت و حالا همون بستگان نزدیک که از من ایراد می گرفتن خودشون چاق شدن، بچه هاشون چاق شدن، عروس چاق گرفتن. با خودم گفتم که این آدمی بود که همیشه منو مسخره می کرد. یعنی خانواده درجه 1 من به این آدم اجازه داده بودن که منو مسخره کنه. اما الان چرا اون خودش چاقه، بچه‌ش و عروسش چرا چاق شد؟ اگه بد بود پس الان باید یه نفرم باید اونا رو مسخره کنه. چرا ما به خودمون این اجازه رو نمیدیم؟ و این فقط برمیگرده به اینکه اطرافیان درجه 1 من این اجازه رو به اون آدم از 20 سال قبل داده بودن که تو میتونی با بچه ما اینجوری رفتار کنی. کوله پشتی آدم پر از خشم میشه، پر از ناراحتی میشه، پر از غصه میشه. ای کاش این احساس امنیتی رو که الان دارم از 4-5 سالگی که دنیا رو شناختم داشتم. کاش که این فضا برای ماها باز بود که بتونیم بریم به خانوادهمون بگیم نکن و خانوادهمونو انقدر پشت خودمون بدونیم که اگه یه نفر اینجوری مسخرمون میکرد واقعاً با واکنش شدید خانواده روبرو میشد. ولی وقتی خانواده خودش داره ما رو میکوبه به اعتماد به نفست، دیگه از دیگران چه توقعی داریم؟ ای کاش میشد زمان به عقب برگرده و من میتونستم همون دختر 4 ساله کوچولویی بشم که بگم نه مامان من دوست ندارم تو جلوی دیگران با من این شکلی حرف بزنی، یا عمو من دوست ندارم تو جلوی بقیه به من این شکلی میگی. اصلا دوست ندارم، نه جلوی بقیه نه تو خلوت خودمون. دوست ندارم تو راجع به وزن من حرف بزنی. بیا حالمو بپرس، بیا با من نقاشی بکش، منو ببر سینما. عمو تو اجازه نداری راجع به وزن من صحبت کنی. من الان انقدر احساس سبکی میکنم و احساس بخشش خانوادم برام آرامش آورده که به این نتیجه رسیدم که اونا یاد نگرفته بودن. من تجربه کردم. من
حالا یاد گرفتم و برای از حالا به بعدم، برای دخترای خودم میدونم چیکار کنم. حالا من آیدای 28 ساله با این همه درد و غم دارم کار مدلینگ انجام میدم. من سال پیش پیج اینستاگراممو زدم و به عنوان یه مدل پلاس سایز کارمو شروع کردم. هرچند بازم خیلی هیت میگرفتم تو کامنت ها، اما الان به اونا میخندم و کارمو ادامه میدم. خیلی خوشحالم و این استارت از زمانی خورد که من پرهام همسر جدیدمو دیدم و اون از من همش تعریف میکرد. میگفت تو خیلی قشنگی. و من یه 10 روزی فقط مست کامنتایی بودم که اون به من میداد. هی میرفتم جلوی آینه به خودم نگاه میکردم و میگفتم این منو گفت؟ مثل کسی که تمام مدت توی یه کلبه 20 سال زندگی کرده، یهو مثلا میبرنش جلوی میدون آزادی ولش میکنن. اصلا گیج بودم که این اینجوری گفت. این چی گفت؟ این داشت منو میگفت، از من تعریف میکرد. اونقدر خوشحال بودم. به من میگفت تو چرا اصلا لباسای گشاد میپوشی؟ اینا رو بنداز اونور، لباس راحت بپوش. یه بار یه شلوارک کوتاه پوشیدم. من قبل از اون به خودم اجازه نمیدادم برم شلوارک بخرم. رفتم زارا شلوارک خریدم و بعد پوشیدم. بعد یه تاپ خوشگل خریدم. داشتم میرفتم سالن. اون موقع سالن مانیکور پدیکور داشتم. بعد پرهامم حاضر شده بود و دخترمو برده بود مهد کودک. اومد گفت آهان، حالا شد اون چیزی که من دوست داشتم. خیلی حس خوبی بود. وقتی باردار شده بودم همش میگفتم وای دارم چاق میشم. ترکشای اون زخم‌ها هنوز ترمیم نشده بود. مادر شوهرم گفت نه تو اینجوری که هستی قشنگی. مادر شوهرم تحصیل کرده یه زمان شاهه و یه خانم خیلی مدرنیه. به من گفت تو اینجوری که هستی قشنگی، پرهام تو رو اینجوری انتخاب کرده. وقتی کسی میاد کامنت بد راجع به من میگه یا تو اطرافیان به خودش اجازه میده به من بگه وزنتو بیار پایین، باید بهش بگم ببین کاری که تو داری با من میکنی زشتر از اون تصویریه که تو از پترن بدن یه انسان توی ذهن خودت داری. تو داری خودتو، شخصیت خودتو پیش من و پیش اطرافیان خراب میکنی که بخوای تو زندگی من شخصی ترین خصوصیت من که میشه وزن و بدن من دخالت کنی. چرا؟ تو فکر میکنی همون وقت رو صرف این بکنی که 2 خط کتاب بخونی، یه پادکستی گوش بدی، ورزش کنی، اصلا همون انرژی و کالری که داری میسوزونی که میخوای فکر کنی ببینی چی میخوای بگی که منو قلقلک بدی، اذیتم کنی که من پاشم برم وزنمو بیارم پایین. تو برو ببین عقده توی بدن خودت چیه، همون تمرکز رو روی خودت بذار. تو اگه انرژی تو روی خودت بذاری ما جامعه بهتری واقعا خواهیم داشت. تو از بچگی اون آدم خبر نداری. تو نمیدونی اون آدم چی تو کوله پشتیشه به اینجا رسیده. شاید اون آدم با اون حرف تو منتظره که منفجر بشه. اگه اون آدم افسرده‌ای باشه، اگه اون آدم اذیت بشه و ممکنه حرف تو باعث بشه اون آدم پله آخر رو بره و خودش رو از اون بالا پرت کنه پایین. اگه آدم بتونه به این درجه برسه که این وجدانه رو روشن کنه، کلید وجدانه رو بزنه و روشن کنه، اصلا به اون مرحله نمیرسه که بخواد توش دیگران رو قضاوت کنه. قضاوت توش خاموش میشه. قضاوت به نظر من برای همون قاضیه که توی دادگاه نشسته، نه برای بدن و مو و قد و هیکل و غذا و دستپخت و اینا. هر آدمی هر جوری که هست قشنگه. به نظر من موفقیت یه آدم، شخصیت یه آدم به وزنش خلاصه نمیشه. تو برای اینکه یه آدم رو کشف کنی باید پای حرفاش بشینی، باید پای تجربه هاش بشینی. تو هیچ وقت نمیتونی یه آدم رو به خاطر وزنش قضاوت کنی. به نظر من بیاین اینو با همدیگه، این تلاش رو واقعا با همدیگه بکنیم. قبل از اینکه یه آدم رو به خاطر وزنش قضاوت کنیم، بریم باهاش حرف بزنیم. شاید اون آدم یه آدم موفقیه. شاید واقعا یه مشکل بزرگ داره که وزنش رو نمیتونه بیاره پایین. اصلا چرا ما باید اون لحظه به این موضوع فکر کنیم که اون آدم باید وزنش رو بیاره پایین؟ اصلا بیاین این بدن یه آدم رو از دیکشنری ذهنمون، از دیکشنری چشمامون بکشیم بیرون. بیاین وقتی یه آدم میبینیم احساس کنیم داریم یه گیاهی رو میبینیم. احساس کنیم واقعا اون آدم جدایی از این که وزنش چقدره
چی تنشه، چی کار داره میکنه، اصلا لایف استایلش چیه. بریم با اون آدم حرف بزنیم. ما آدما به عنوان پدر یه خانواده یا دختر یا مادر یه خانواده قبولش کنیم. نظر من اینه که واقعا به دور از قضاوت، به دور از گفتن چیزی که دل اون آدم رو بخوایم بشکنیم، بیایم عادی سازی کنیم این قضیه رو. مهم نیست وزن اون آدم چقدره، چه سایزی لباس میپوشه. مهم اینه که واقعا چقدر واسه جامعه‌ای که حالا به اینجا کشیده شده مفیده. اون آدم چقدر قراره چیز یاد تو بده، یاد بچه تو بده. اون آدم چقدر میخواد توی راحت شدن زندگی تو مؤثر باشه. اون آدم اصلا قراره چی کار بکنه برای این دنیا که الان به اینجا کشیده شده. به نظر من وزن آخرین چیزیه که شما اصلا میتونی بهش فکر کنی.